ایران به این ترتیب و میاد در قسمت بالا، در قسمت تاجیکستان و ازبکستان. تاجیکستان از نقطه نظر خود قدرت خود و تعداد نفوذ خود در حد نیست که بگه که ما در افغانستان تاثیر داریم. تاجیکستان گپ سر شده است. اگر اون مردم امیدواری هم دارن از تاجیک افغانستان امیدواری دارن. انشاءالله گفتتان نیست که تاجیکا ما او تو نیست که او تاجیکا ما و شما را جزء خود بگن. ای تو فکر میکنه که خود جزء از این دارن. اگر فکرم بکنن چون سالها وا سرکوب شدن و این روحیه را ندارن و روحیه شکست است، همهش یک نوع فکر میکنن اگر روزی حالت بیاید که ما با تاجیکای افغانستان وابسته شد. مگر ازبکستان سرچشمه است. همین روز همراه استاد که من در مخابره را خواندم که مطالبی که نشته کرده بود، خودم اون مطالب بسیار تکان دهنده بود. و در اون مطالب نشته شده بود که لگه استاد دید امرای تورگوتوزاد رئیس جمهور ترکیه و یک گفت باید شما بفهمید که در اینجا ترکیه یکی، ازبکستان دو، آذربایجان هم به نحو ترک از سه، قرقیزستان ترک از 4، گرجستان ترک از 5، قزاقستان ترک از 6، ترکمنستان ترک از 7. چقدر کشور ترک زبان شد؟ این کشورهای ترک زبان و کشور فارسی زبانی که تاجیکستان، قسمت افغانستان و ایران در برابر یک است. و خودی کشورهای ترک زبان با ای که مسائل ملیت دامن زده شده آله خود از این را میفهمید که یک مسئله دیگه است. ترک نژاد و ترک زبان در نژاد کلش ترک است و ترکا را میفهمید که سالها خلافت اسلامی در دستشان بود و سالها حکومت. اینانی در این کشورهایی که به این ترتیب شده. اون روز استاد گفت که من برای چیز که گفت زدم برای دیمیریلی چیز ترکیه و از ازبکستان گفت زدم و ازبک‌های پت نکردن رئیس جمهور ازبکستان. رئیس جمهور ازبکستان گفتن که من در افغانستان در بین ازبک‌های نفوذ دارم، باید یک قسمت از افغانستان تجزیه شود و جزء خاک ازبکستان شود. نرسیدی؟ خوب متوجه شدید؟ همون مطلع است میگه کل گیرم ما فرق ما را بکی تو حال او از برکت از اینجا آزادی گرفتن، حال او میخواهی که بگیدن و اعمال دستایش و این به ما پتم نکردن نفرایشان ایجا آمدن نفرای آزاد بیگ و ما به صراحت گفتن که برادر با آزاد بیگ بشی کلان آدم است. چطور کلان آدم؟ در ارتباطاتش دیگه با ازبکستان دیگه خواهد یعنی آزاد بیگ آن دوستم آن ازبکستان و چند وقت پیش شراب دوستم کسی را جمع کرده گفته که من یک کار کرده میتونم. خب این کار کرده میتونم که اگر مردم ریاست جمهوری را با ازبک‌ها میتن، حاضر هستیم که وزارت دفاع و گفاره به تاجیک‌ها و گرفتن منطقه را دوشون. متوجه شده؟ گپا نبست مثل دیگه بیخی داره. متوجه هستیم که گپ چه قسم است؟ حالت به چی ترتیب آمده؟ و این وضع چطور در جهان یک دفعه تغییر کرده؟ دیگه او اعمال در این فکر است و اعمالی که دوستم خواسته که کمتر آزادی بگویید به گپا و دولت کابل که یک روز کمتر حیرتان خواسته به تو بنبار بکنه، ازبکستان اوجه نجیب اختار داد و تاجیکستان ایجا و بچه کیان با تاجیکستان در تماس. چرا 1.5 میلیون در تاجیکستان اسماعیلی است و امی خدای نظروف بود چی بود که خدا کاندید کرده بود؟ دولت خدای نظر که خود رئیس جمهور تاجیکستان کاندید کرده بود. این به مذهب اسماعیلی است.